قربانی کردنی نبودیم، از سرش یکی در فکر زد که قربانی کنیم. پول بسیار هم نداریم استاد، خواستیم که همین ثواب همین قربانی، ثواب قربانی بگیریم استاد. همین چی خیلی کنیم، نیت انیق کنیم و شروع کنیم کارا، یا که چی خیلی کنیم استاد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، کسی در ابتدای دهه ذوالحجه قربانی کردنی نبود. بعد از آن نیت کرد که قربانی میکند، یا پولدار شد، یا خواست که به این سنت و به این شعائر اسلام عمل کند و اجر عظیم حاصل کند، بعد کردنی شد، هیچ گپی ندارد. و برعکس، یعنی هر کسی که حتی نیت هم نداشته باشد گشته نیت کند. و حتی اگر یک آدم بعد 3 روز عید گذشت، یکم روزی تشریق گذشت، دوم روزی تشریق گذشت، سیوم روزی تشریق پولدار شد یا نیت کرد، میشد قربانی کند. ایام مینه، ایام التشریق، روزهای مینا، روزهای تشریق، همش روزهای ذبح است. در سنن دارقطنی آمده است که کلها ایام ذبحین، همش ایام ذبح است. بنابراین کار خوب کردید، یعنی الله تعالی قبول کند و اجر عظیم برایتون نصیب کند. بله استاد همون ناخون و هم خیلی وجود نگیریم من دیگر. اگر نگرفتید خوب است، لیکن این برای آن آدمی که اگر قربانی کردنی باشد و دهه در آید، شما که بعدی دهه شروع کردید انشاءالله هیچ گپی نداره. اگر رفت و عمل کردید هرچی، یعنی فاتقوا الله ما استطعتم، الله تعالی میگه که از الله تعالی ترسید به قدر امکان. پیامبر علیه الصلاة و السلام گفتن که و اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم، اگر من شما رو به کاری فرمان دهم به قدر امکان اجرا کنید.